رفقا سلام، میخوایم بریم امروز دلار رو با هم دیگه یه تحلیل روش داشته باشیم و اتفاقاتی که داره میفته چارت قیمتیش رو با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم که داستان چیه. یکی از در واقع مهم این اول چارت دلاره. خب اینو نگاه کنین، الان قیمت تا 100 و نزدیک 7 رفته و اومده هولوش 83. 2-3 هفته است ما تو این در واقع قیمت 83 ایم که به خاطر مذاکراتی که دیگه خودتون در جریان هستید و به خاطر مذاکرات ما روی در واقع از قیمت 170 اومدیم رو 83 تا خود اینجا نزدیک فکر کنم 20% ریزش قیمت رو داشته. خب فکتایی که وجود داره لحاظ فاندامنتال اینه که مذاکراتی که در واقع در جریانه میتونه قیمت رو بازم پایین تر بیاره اگر که خوب پیش بره همه چیز. و یه فکت جدیدی اومده و اون در واقع اینجا من یه سرچ هم براتون بزنم، در واقع میشه تایید تصویب یه همچین چیزی، تصویب قانون پالرمو که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده و به خاطر در واقع این خبر اینجا نوشته جزئیات تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و این پالرمو برمیگرده به همون داستانهای FATF و بحث‌های مالی که حالا بین المللی هستش و ما نپذیرفتیم یه سری از داستانها رو و الان داره یه اتفاقاتی میفته که اینا هم بیان و پذیرفته بشن. خود این میتونه فشار فروش ایجاد کنه. پس خود مذاکرات اگه مثبت پیش بره فشار فروش ایجاد میکنه. این خود این قانونه و تصویبش میتونه فردا که روز شنبه هستش بازار رو یه تکونه به سمت پایین بده. خب بریم حالا چارت رو نگاه بکنیم. چارت قیمتی این چارت تتر به ریال هستش. خب در تایم فریم هفتگی اینم من ببندمش. یه ترن لاینی از قبل زیر قیمت بوده که من الان اینو دوباره میکشمش، اینجاست و هنوز هم قیمت داره در واقع بالای این ترن لاین بازی میکنه با تمام ریزش هایی که داشته. یه ترن لاین کوچیک‌تر حالا تا این فریم روزانه برم بهتر میشه کشیدش، ولی حالا همینجا هم در واقع قابلیت داره. این شکسته این تایم فریم این ترن لاین، ولی ترن لاین اصلی هنوز سر جاشه. حالا مناطق رو اگه من بخوام بکشم، یه منطقه اینجا داشت تیم که قبلا راجعش صحبت کردیم و قیمت دقیقاً اومد همین رو همین منطقه در واقع ارده بلاکی اومد وایساد. اینجا منطقه دیمند یا تقاضای ما هستش، درسته؟ میبینین کامل. خب یه منطقه هم این پایین تره که اینجاست که من گفتم احتمالاً، یعنی اون تو داغ مذاکرات بهتون چی گفتم که من منتظرم قیمت بیاد روی 72 وایسه. یکی از دلایلش همین منطقه ارده بلاکی که اینجا ما داریم و اگر که در واقع بخواد این ریزش اتفاق بیفته میتونه همینجا بیاد در تقاطع در واقع خط روند و این در واقع محدوده تقریبا یه همچین جاهایی دوباره از اینجا ما یه بالا داشته باشیم. حالا منطقه ساپلایمون کدومه؟ یه منطقه ساپلای هم اینجاست که خب قیمت با یه FVG خیلی خیلی قدرتمند از این بالا رها شد به سمت به سمت در واقع منطقه دیمندمون که اینجا میشه ساپلای ما، درسته؟ ما تو تایم فریم هفتگی هستیم یادتون باشه و اینجا پر از سفارشات جامونده است. من به همین جهت اعلام میکنم اینجا که احتمال اینکه قیمت یک بار دیگه اگر که سناریو نزولی باشه، سناریو صعودی که میره اصلا میزنه اینجا رو میتره کنه میره بالا، اگر اتفاقات در جهت صعود قیمت بیفته، مثلا توافقات مذاکرات نتایجی که حالا باید باشه نباشه، دعوا بشه و هر اتفاقی بیفته که میره در واقع از همینجا میتونه بلند شد و یا شاید بیاد از اینجا اوردر ورداره بره بالا. اما در سناریوی نزولی برعکس میتونه بیاد اوردر رو از اینجاها ورداره و بعد ریزش کنه. البته من دیگه زیر 70,000 نمیبینم. اینجا ممکنه زیاد وای نسته دوباره برگرده تو همین نقطه تعادلی هولوش 80 تا 85 وایسه. پس اینجا اوردرهایی وجود داره که من فکر میکنم که اینجا با توجه به سرعت بالای ریزش خیلی ها برای فروش جا موندن اینجا و منتظر هستن که قیمت یه بالا بزنه و اینجا فروششون رو انجام بدن و من این سناریو رو از همه
محتمل تر میدونم. خیلی مخلصیم.